آقا تو رشتت انسانیه، هر روز داری تختی میکنی تا وزن شعر رو پیدا کنی. بیا اینجا من ریتم شعر رو بهت یاد بدم. گفته به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید مفاعیلون 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 مفاعیلون. حالا چطوری وزن شعر رو تشخیص میدم؟ باید بدونی که هر هجا یک ضربه داره در اول، یعنی هر هجایی که اینجا داریم یک ضربه داره، مفاعیلون. اما هر جا هجای کوتاه دیدی ادامه میدی برسی به یک هجای بلند. اینجا دوتا ضربه پشت سر هم میزنم، بعدش واسه این یه دونه، واسه این هم یه دونه. پس مفاعیلون میشه 2 1 1. مفاعیلون مفاعیلون. حالا به می سجا درنگین کن، گرت پیره مغان گوید. من اومدم توی دوره عروض سماعی کامل ریتم ها رو واسه تدریس کردم. اگه میخوای این رو به صورت کاملا رایگان داشته باشی، چون اینجا نمیتونم کاملش رو بذارم، اگه میخوای به صورت رایگان کاملش رو داشته باشی کافیه که این پست رو لایک کنی، بعدش هم کلمه ریتم رو این زیر کامنت کنی تا واسه ارسالش بکنم.